بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ بست تو. گوش طرب به دست تو، بی تو بسر نمی شود. سلام به همه شنوندگان نازنین. خیلی خوشحال هستم که امروز با من اینجا هستین و به صدایم گوش میتین. و خیلی هیجان دارم به خاطر اولین ضبطی که به گمان خودم صفرمین یا مقدمه پادکست امروزی است. چون امروز آغاز و تولد یک سفر کاملا نمیشه گفت تازه و نمیشه گفت قدیمی است. فعلا توقع بالا و کمالگرایانه ندارم و این سفرم مملو از آموخته هایی است که در طول راه زندگی کسب شدن، از درس‌ها و تجربه گرفته تا افکار و احساسات درونی. خب در نخست میخوایم داستان یک دانه یا بذر ارزشمند که بسیار یک مفهوم بالا برام داره بر شما بخوانم یا به اشتراک بگذارم. سرگذشت دانه کوچک که خاموش در دل خاک آرامیده بود، اما در رویایش گرمای نان را می دید که روز زینت بخش سفره‌های دیگران خواهد بود. در یک صبح خزان، دهقان با دستان خسته اما امیدوار دانه ها را در خاک خاموش پاشید. هر دانه با دعای بدرقه شد، گویی راز پنهان در دل زمین سپرده می شد. باران بارید، آفتاب درخشید و زمین جان گرفت. دانه ترک برداشت، جوانه زد و آسمان سلام گفت. در آغوش نسیم به رنگ طلایی ناب در آمدند. وقت فصل برداشت فرا رسید. دستان پینه بسته دهقان خوشه های دانه را با عشق درو کرد. دانه ها از پوست جدا شدند و با آسیاب سپرده شدند. دانه در دل سنگ های سنگین نرم شد، کوبیده شد، اما نه برای نابودی، بلکه برای دگرگونی. و این دگرگونی آغاز راه تازه بود. این دانه که در زیر فشار سخت سنگ ها در آویخته شده بود، به آرد سپید تبدیل شده، با نمک، آب و ذره خمیر مایه آغوش گرفت. خمیر جان گرفت، آرام پف کرد و در انتظار گرمای تنور نفس کشید و سرانجام نان پخته شد. نان ساده اما پر از معنا. نانی که بوی مادر بزرگ میداد. نانی که در سکوت سفره‌های خالی صدای زندگی بود. و این بذر گندم بود که نه تنها داستان اوست، بلکه این سرگذشت صبر، دگرگونی و بخشش است. یعنی از دل خاک تا دل ما. بله دوستای عزیز، گندم که داستان مشابه به زندگی ما انسانا داره و مفهوم و هدف اصلی پادکستم از امی داستان و قصه منشأ گرفته شده. شما در اینجا مقدمه و زندگی نامه مجلل و بزرگ رو نمیشنوین، چون بعض اوقات چیزی که واقعا اهمیت داره احساسات، افکار، خاطرات، تجربیات و مفاهیم است که رد و بدل میشن و اونا به میراث میمانن، نه اسمها. و این پادکستم بر کسایی است، یا بهتر بگویم فضایی است که نتونستن یا نخواستن صدایشان شنیده شود. یعنی به مغزای پر از فکر و دلای پر از رنج و حقیقت. متوجه شدین یا خیر؟
بعض اوقات درون ما، مغز ما چنان پر از صداها و دغدغه ها میشه که دیگه مجال با آرام ساختنشان نمیمونه. و بر بعض انسان ها و آدم ها او صدا مثل یک جرقه خود نمایان می سازن و به مرور زمان و جرقه به یک فریاد تبدیل میشه برشان و در درونشان، در مغزشان، در وجودشان بلند صدا میزنه: لطفاً مرا بیرون بساز، اجازه بده از این قفس بیرون شوم، پرواز کنم. و گندمم یعنی این پادکستم امو صداست، امو نیاز به گفتن، شنیده شدن، بودن و فهمیده شدن. دلیل جرقه که چند مدت قبل مرا وادار به آغازی کار کرد نه حمل کردن 3 سال دوری از وطن و مهاجرت بود، بلکه قصه 21 سال سرگذشت یک انسان است که در یک خاک پر از افسانه و بی‌نظیر بزرگ شده و قصه یا بگویم بازگو کننده صدای خواهرها و برادرای قویش که به صدایشان خیلی اوقات اهمیت داده نمیشه است. خب من در جزئیات نمیخوایم پند و نصیحت برای کسی به اشتراک بذارم یا به کسی پند بتم یا نصیحت بتم. فقط ایجاره مثل یک اتاق کوچک مربوط به یک انسان فکر کنین که از کتابا، تجربه ها و سفر زندگی خود و چیزایی که یاد گرفته و یاد میگیره به شما بازگو میکنه و شاید هم یک فضایی باشه که مثل یک آغوش ساکن به همنوانش در طول سفر باشه، یعنی کسایی که در طول سفر زندگی خود تنها احساس میکنن مثل یک آغوش ساکن و آرام باشه. خیلی امتنان سپاس میکنم از تمام شما که وقت گذاشتین و به صدایم گوش دادین. متوجه حال درونی و صحتتان باشین. تا قسمت بعدی، خداوند یار نگهدار همه شما.